سلام. والا واقعیتشو بخوای میخوام یه سری ویدیو رو شروع کنم گرفتن از کارهایی که مثل تو روزمره انجام میدم. حالا کار برنامه نویسی، ورزش، باشگاه، کتاب خوندن و حالا اگر باشه که نه حتما هست، ولی باید یه فرصتی پیش بیاد، گردش، گشت و گذار این داستانا. واقعیتش هم بخوای تا حالا تولید محتوا نکردم. نه، چرا تولید محتوا کردم، ولی هر بار یه چیزی پیش اومده، باد پشتش خورده دیگه، ادامه ندادم. ولی واقعیتش بخواید این سری گفتم شروع بکنم، استارت بزنم، ببینم حالا چطوری میتونم تولید محتوا کنم، هم توی اینستاگرام و هم توی یوتیوب. اصلا بلد نیستم که چجوری باید تولید محتوا کرد، چجوری باید ادیت کرد و این داستانه، هیچی بلد نیستم. فقط میخوام خودم محک بزنم و تولید محتوا کنم. اولین چیزی هم که به ذهنم رسید این بود که یه چالش 40 روزه بردارم از امروز و اون کارهایی که دارم انجام میدم رو هم استوری کنم هم پست کنم. نکته جالب اینه که من قبلا برنامه نویسی میکردم، یه بازه زمانی تقریبا طولانی مدت سری اتفاقات برام افتاد و عملا گذاشتمش کنار و کلا میشه گفت برنامه نویسی رو از صفر به زبان پایتون دارم دوباره یاد میگیرم. یه مقدارش رفتم جلو تا قبل از شیع‌گرایی و این داستانا، و از این به بعد میخوام به صورت حالا ویدیوهای کوچیک اگر بشه، حالا میگم مثلا هیچی در موردش نمیدونم که چطوری میشه اینجور ویدیوها رو تولید کرد، فیلم میگیرم میذارم ببینم چی میشه. دم شما گرم. ببینیم با همون میان یا نه.